هفته خبر تو خبر داره براتون از حلواپزون اکبر کوسه، اونم وسط باتلاق برجام و پر شدن فضای مجازی از جوک‌ها و طنزهای مردمی. انا لله و انا الیه راجعون. ما مردیم، فردا بیاید تشییع جنازمون کوتاهی نکنید. یک اینجا عشق حال کردید در این تلگرام، حداقل فردا تو تشییع جنازه من شرکت کنید. تشکر میکنم. خداحافظ. این وسط از همه آشولاشتر عظمای گردن شکسته است که حتی فرصت پیام تسلیت و نماز میت رو هم برای سیخ زدن به کوسه از دست نداد. با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم. خامنه با این حرفش میخواست آب پاکی رو دست همه بریزه و بگه هیچکی نمیتونه مثل کوسه جلوی من شاخ بشه، وگرنه رفاقت و تجربه مشترک و این حرفا برای کوسه و سیدعلی مافور یه چیزی تو این مایه هاست. اینم یه نمونه از عربده کشی های نوچه سیدعلی چند روز قبل از گور به گور شدن اکبر کوسه. آقای هاشمی و آقای روحانی، این آرزو رو که کسی فکر کنه میتونه انقلاب اسلامی رو خاموش کنه، این آرزو رو به گور میبرن اربابان آمریکایی. ما تعارف با آقای هاشمی نداریم. آقای هاشمی جایگاهش در فتنه باید روشن بشه. این دراکولای عمامه دارم اومد توی تیویریش تا با یه کمدی استنداپ مسخره سگ دعواهای عظما و کوسه رو ماسمالی کنه. بعضی بقای وقتا انسان وقتی میشنید که ایشون خدایی نکرده با مقام معظم رهبری زاویه داره، من تشخیصم خلاف این معناست. من یادم هستش که یه وقتی همین مطلب رو من برای ایشون نقل کردم. ایشون فرمودن گاهی وقتا من از صبح که از خواب پا میشم فقط این به خاطرم میاد، در ذهنم خطور میکنه که اگر خدایی نکرده ما از صبح از خواب پشیم و مقام معظم رهبری رو نداشته باشیم چه کاری بکنیم. واقعا میگم اعصابم به هم میریزه، تا مدتی حالم بده. از اون طرف یه ریزشی مثل این ناطق زوری هم پیدا شد که بساط مرد خورا رو به هم زد و اینجوری با تیویریش تصفیه حساب کرد. ما اخلاق داشته باشیم، چرا مرد پرست باشیم؟ هاشمی تا بود اونچنین آنچنان حالا هی برداریم تجلیل کنیم، هر شبم بگیم. من عذر میخوام بگم تو تلویزیون تو 5 تا شبکه‌تونم بیارین، 6 تا شبکه‌تونم بیارین، حالا هاشمی رو تجلیل کنیم، بسیار خوب. اما رفت. اما اصل قضیه این بود که تو این داستان یه ستون نظام در رفت و خونه کلنگی ولایت کلنگی تر شد. ضمن اینکه نظام یکی از ستونهای اصلی خودش رو از دست داد، دولت و ملت پشتیبانشون رو و رهبری یکی از یاران با وفا و صدیقش رو. منظورش اینه که حالا عظمای زهوار در رفته بین زمین و آسمون مونده و خوب میدونه که دیگه کارش تمومه. یه روز بشم فراموش برم از روزگارت، من نگرانم واسه فاصله بین ما، دورت کنه عزیزم بمونم اینجا تنها، منو یادت بمونه، تو رو یادم میمونه، جدا از هم دیگه کارمون تمومه. حالا دیگه این ولی فقیه مافنگی وقتی پای منقل میشینه باید منتظر یه چنین صحنه هایی هم باشه.
ترس آخوندا از این بود که مبادا تشییع جنازه کوسه شلوغ پلوغ بشه و کار به جای باریک بکشه. اما ته خط کار به جای باریک کشید و فتنه قلوپی زد بیرون. تیویریش میخواست مراسم اکبر کوسه رو نقد کنه تو جیب خامنه، اما قبل از همه خودش سوژه شعارا شد. این وسط هموطنای ما سهم همپیاله های عظما رو هم جرینگی پرداخت کردن. همزمان به همت برای بچه های تلگرام بازار وایس های رفسنجانی از ورودی جهنم هم داغ بود. امیدوارم که این 3 روز بهتون خیلی خوش بگذره، جاده های شمال محال یادم بره. خاطرات امام محال یادم بره، تو این وضع درام محال یادم بره، وقتی زد خورد امام محال یادم بره، گفت در اومد بابام محال یادم بره. خلاصه ملیجک خمینی بعد از عمری ترور و کشت و کشتار رفت پیش امامش، در حالی که خودش پیشاپیش گفته بود که چقدر از آخر و عاقبتش میترسه. از سرنوشت آخرت هم دلهره داره. این شیخ اکبر علاوه بر همه جرم و جنایت ها چند تا فیلم کمدی هم از خودش باقی گذاشت که یکی از سکانس های اون رو با هم میبینیم. چی میکنید اینجا دختر خانم؟ امتحان دارم، نگرانم. من هم امتحان دارم، نگران نباش، همه امتحان دارن. بسم الله بگو و کار کن. خیلی خوب. ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم. ولی حس میکنم این فاصله با این که خیلی مشکله، علی به نفع هر دامونه، دل من تازه آروم‌تر شده، دل کندن آسون‌تر شده، بذار تو آرامش بمونه. یکی از موضوعاتی که تو هفته گذشته مایه دردسر آخوندا شد قضیه گورخواب ها بود که تیویریش طبق معمول برای رفع و رجوع این موضوع به گزارش های نخنما شده همیشگی پناه برد. بین 5 تا 8 نفر حد اکثر در اونجا بودن که زندگی میکردن. ما به مسئله انسانی واقعا بهش نگاه میکنیم. واقعا یه گلایه هم دارم. دیدم برخیا خب از موضوع خیلی ضد سرمایه‌داری و مبارزه با فقر و اینو تقلیل به مسئله سیاسی نکنیم. رسانه‌های ضد انقلاب که به دنبال کوچکترین فرصت برای سیاه نمایی علیه ایران هستند چنان در گزارش‌های گورخوابی غرق شدند که انگار صحنه جدیدی برای آنها اتفاق افتاده بود. اما هرچند گزارش‌های این رسانه‌ها می‌خواست بگوید صحنه‌های بدیعی در ایران خلق شده، اما صحنه‌های بیخ گوش آنها حکایتش چیز دیگری بود. اینجا قسمتی از خیابان‌های منتهی به این ساختمان، کاخ کاپیتول یا همان کاخ کنگره آمریکاست. حکایت این گزارش‌های تیویریش حکایت این بنده خداست که میگه ول کن بچه رو، سر آدم برفی رو بچسب. بعدم برای اینکه گورخوابی و فقر رو گردن مردم بندازن یک گزارش دیگه پخش کردن تا بگن همه اینها به خاطر اسراف مردمه. اسراف یعنی سمینار بیجا برگزار کردن. یه سمینار که برگزار میکنیم میلیاردها تومان اطراف این قضیه هزینه میشه. 9:30 شب برو چندین بار من تو خیابون آزادی رو تمام چراغای این وزارتخونه همه روشن. آخه به چه دلیل؟ مگه الان ساعت پیک کاریه که تمام این چراغا باید روشن بشه؟ مثلا تو این تبلیغات تلویزیونی که شما برنامه‌ای که سریالایی که میسازن همش زرد و برقه. شما خونه‌های آنچنانی، غذای آنچنانی، فروشگاه‌های آنچنانی، رستوران‌های آنچنانی. ما میتونیم خودمون باشیم. حالا ببینید این مجری لوس تیویریش چطوری به اقتصاد مقاومتی عظما اونم تو دوران پس از زهرخوری میخنده. گفتن که قیمت گوشت قرمز گرانیش طبیعی نیست. ببینین یه سیستمی رو
عزیزانمون دارن هدایت میکنن، خیلی حرفه‌ای، پرفکت، اصلا یه اوضاعی این شکلی بهتون بگم و خارجیشون گفتم مفهوم بیفته، دارن هدایت میکنن. چون ببینید قبلا گیاهخواری یه پوز روشنفکرانه‌ای بود، یا مثلا میگفتیم وای ما نمیخوایم موجود زنده‌ای از بین بره، ما باید گیاهخوار بشیم، یه این شکلی بود. الان گوشت رو یه جوری دارن گرون میکنن که این یک سبک زندگی بشه، یعنی شما مجبور باشی که گیاهخوار بشی، برای سلامتت هم بهتره. این کوچولو هم احتمالاً مشغول تمرین برای اقتصاد مقاومتیه. از اقتصاد میریم تو وادی فرهنگ که طبق معمول یه عمام بسری توش نشسته و داره از شکست آخوندها در جذب نسل جوون میناله. فکر میکنی دخترت اگر سرش رفت تو تبلت و موبایل آسیبش گاهی وقتا از اون محیطهای بی حیا کمتره؟ اینو فقط نمیدونم و نمیپرسم. دختر گل تا اون جایی که گفتی من تفریح لازم دارم درسته، اما این که خدایی نکرده آرزو کنی ای کاش تو همچین خانواده‌ای نبودی، این درسته؟ و حتی پدر مادرها درسته ما کار رو به جایی برسونیم که بچه‌هامون آرزو کنن توی خانواده دینی نبودن؟ یه آخوندی هم هست مثل این حاج آقا مداد شمعی که خودش رو به در و دیوار میزنه تا مثلا بگه من جذابم و بچه‌ها دوستم دارن. فالنیک میگیرن استارت قشنگی است. میریم انشالله برسیم به روزی که یک بسم الله به زبان بچه‌ها زبان خاص خودشو میطلبه. برای بچه‌ها نمیتونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله به زبان کلاس اولیا. خرگوش من چه نازه، گوشاش چقدر درازه، وقتی منو میبینه منتظرم میشینه. دوستم گفت اسمش چیه؟ من بهش گفتم سانازه. وقتی که پیشش میرم هویج براش میگیرم. من مامانو دوست دارم، خرگوش برام خریده، ولی خدا رو بیشتر چون اونو آفریده. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. یکی هم هست مثل این حجت الاسلام شعبون استخونی که وقتی اون روی سگش بالا میاد بیخیال جذابیت میشه و چهره واقعی آخوندا رو به نمایش میذاره. وقتی تیوریش هم میخواد رقص نشون بده هم میخواد اسمش رو نیاره، نتیجهش میشه یه همچین مسخره بازی. ببین خودت 45 درجه خم میکنی، اینجا دست 90 درجه، این پشت دست 90 درجه، خودتو تکان میدی. بریم من این تا به اون تا یه دا. بعضی موقع میتونی دست به صورت بالش زیر سر بسیار. آخ من این تا به اون تا یه دا. آقا متشکرم. آقا چی؟ باشه آقا متشکرم. خدمت شما. آقا متشکرم. من دادم. آقا من دست گرفتم. بعضی یه کار دیگه میکنن، بلند شدن از اینجا دست آوردن اینجا، این دست آوردن اینجا، بلند شدن پا رو بر کردن. برو من این تا به اون تا یه دا. آقا متشکرم. آقا منش کن. باز مخصوصا بعضیا یه رقص اختراع کردن شفتی. آقا مثلا اون لحظه نباید میگفتم شفتی. می چیکار میکنن؟ پایین نگاه میکنن، دست چپو گاز میگیرن، پای راست دست راستو میکوبن زمین. من این تا به اون تا یه دا. آقا متشکرم. آقا ممنون. آقا منو بده، تک منو بده. آقا تک منو بده. آقا بس تشکر میکنم از سیامک کاوه. یه سریال هم درست کردن به اسم معمای شاه که از اول تا آخرش تحریفه. بدل همه رو درست کرده بودن، فقط مونده بود خواننده ها که اونم نتیجهش این شد. آخرین هم سفر
مثل تو منو رها کرد حالا دستم مونده و تنهای من از خودمونه ما با هم همپیاله ایم میدونی که تصور تیوی ریش از مخاطباش یه چیزی تو این مایه هاست. He approaches the current custodians of the staff, Birmingham Museum, but they too are unconvinced by Philip's claims. The curators of Birmingham Museum now will obviously not endorse the fact that this is the staff of Moses. That's fine. But unfortunately, they... در پایان به تماشای گفتگوی این کوچولوی بانمک با مادرش میشینیم که دیوار رو خط خطی کرده. حالا ببینید چقدر استادانه خودش رو در میبره. من رفتم و پیشی اینجا خط کشیده. خب پیشی اونجا خط خطی کشیده؟ آره کی بود؟ چه بود؟ این خط خطی همه کشید اینجوری بابا. بهش نگفتی پیشی کار زشتیه؟ نه نگفتم همه دست چجوری خط خطی زد آخه اونجا رو؟ اینو خط خطی کشید همه خط خطی کشید. من دیدم اون دیگه لکس یک تو لباسی. کی؟ پیشی لکوشه به لباسش. پیشی؟ آره به لباسش. شما به پیشی نگفتی پیشی اگه مادر بیاد ببینه اونجا دیوار خط خطی شده دعوات میکنه؟ الان پیشی که مادر میاد دعوات میکنه بهش گفت. اون چی گفت؟ گفت من کار بد گفت من کار بد نمی پیشی که نه خط همه خط بهش گفتم. بهش گفتی دیگه باید حرفی ندارم اگه اینجا خط خطی کنی باید همین کارهای زشت رو تکرار کنی؟ باید حرفی ندارم باید تکرار کنی پولیس بگی اسکار کنی. چی گفتی بهش؟ گفت اسکار کنم. میدونم پیشی گفت اسخایی میکنم؟ اسخایی